مفکرین و روشنندهشان تاجیک جوانهای تاجیک رو یا نابود میکنند یا در برین هم زندگی کردن نمیگذارند. اما بجای ملت تاجیک دیگر ملت ها را آوردند به سر ملت نمایش میدهند. دیروز 3-4 روز قبل یک بلاگر گسن گسین از چیزی من نامش رو در این یوتیوب نظر کردم به تاجیکستان رفته است. یک انسانی، یک مشرک، یک بیدین و یک بگویم کسی که غیر از فحش و فحش دیگر چیزی نیست، یک بیگانه، به ملت تاجیک هم بیگانه، به ملت اسلام هم بیگانه رفته است. تمام تاجیک، جوانهای تاجیک هزارها برآمده اند و به او خیلی هم پیشوازگیری ها میکنند گویا که یک رئیس جمهوری دیگر ملت آماده باشد یا گویا که یکی از قهرمان های ملت تاجیک باشد. مگر ملت تاجیک جوان ندارد؟ مگر ملت تاجیک خارزار است؟ ملت تاجیک هزارها جوان دارد. لیکن شما ای حکومت خبیث، ای مردمی که طرفدار همین هستید، شما عیناً همون اوچه باباتون به شما گفته بودن که خودکش و بیگانه پرور شرمنده ها یک بلاگر رو به سرش تاجیک به سرش به قدرش خود بزی او تعظیم کرده ایستاده است. الله خور بکنه شما شرمنده ها را. همین است شرمندگی، همین است آبروی ملت را به زیر انداختن. به یک بلاگر تمام دخترها را نو به نو برآورده رقصانیدن. همین شرمندگی ملت تاجیک است. پس رفتن ملت است، پس رفتنی آبروی مسلمان ها است. نشان دادن این که بسیاری مردم از دیوسان هستند، از دیوسان هستند. الله المستعان.